خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد خير خلق الله يا خير خلق الله محمد. دکتر گوستاو لوبون 1841 تا 1931 میلادی، نویسنده مشهور فرانسوی درباره شخصیت پیامبر اسلام چنین می‌نویسد: اگر بخواهیم عظمت و اهمیت رجال بزرگ عالم را از روی آثار و کارهای آنها بسنجیم، باید گفت که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در میان رجال تاریخ یک مرد بسیار بزرگ و نامی است. مورخین قدیم به واسطه تعصبات مذهبی اهمیتی به کارهای او ندادند، ولی در عصر حاضر مورخین مسیحی حاضر شدند که در این باب از روی انصاف سخن گویند. منبع: نگرشی بر رویارویی غرب با اسلام، صفحه 356.